پیش درو ایستاد. ای سمی، سمکچه آرایشات های من رو دزدیدن. سمکه آرایشاتش رو دزدیدی؟ آخر تو نگفته بودی که همه چیز رو بدزد؟ پاپوشی من رو هم دزدیدن. حرامی پاپوشی رو در میزنی. دمت رو گیر. چی گپ هستا؟ به خانه دوست در آمده زهرا. چی؟ گردم بندم. دوستوی افلوس. نزن زهرا نزن، همینش نمیرسه. چیکار میکنی؟ سمی اینها رو پران، زود باش. البته زهرا جان میپرونم. ایستاد نجنبید، یگان به عقلی نکنید. سمی یا پران آنها رو یا این که به من بده سلاح رو. میپرونم زهرا جان، اما اول کنی نقاب هایشون رو کشند. همین خیلی اول بینیم کو کی هستند اینا. افلاس. زود پران. بکشید نقاب هایتون رو بکشید. حاضر شما رو میپرونم. نقاب هایتون رو وای کنید. بکشید. نقاب ها رو کشید گفتم. کشید. شوخی نمیکنم. من آدمی هستم که عادت شوخی کردن ندارم. نقاب را کشید. چیکار میکنند اینها؟ چیکار میکنید شما؟ ما رو مسخره داره شما؟ شما چی با ارتیست هم هستید؟ ای سمی، اینها نقاب هایشان رو نمیکشند. این خیلی باشد من اینها رو میپرانم. ایست سمی، ایست. دستت را افلاس نکن. به پلیس زنگ میزنم. درست گفتی. хушхабар ба тамоми мухлисони телефонҳои Samsung, ширкати бо эътимоди Samsung Galaxy S9 ва S9 Plus аксияи калон барои мухлисони худ эълон кард. Акнун шумо метавонед телефонҳои Samsung Galaxy S9 ва S9 Plus-ро ҳамагӣ бо нархи 7990 рубл харидорӣ намоед. Телефонҳо бо сифати олӣ. Барои харидорӣ намудан ба линки дар таги видео дар рӯи заиф бепул гузоред ва соҳиби телефони хостаатон шавед. مادر من چرا تا حال نآمده سمک پلیس؟ مادرت میاد دخترم، میآید. تو پروا نکن، میآید. مجبور شدم. دیگر سومن رو نگاه کردن نمیتوانستم. ای خانم فرزند تو است، او باید در بر تو باشد. فهمو؟ سومن دختری من نیست. چی؟ من مادر سومن نیستم. دختری دوگانه من است. من یگان کاری بد کردم امک پلیس. مادرم مرا پرتاف رفت. من دخترکی بد هستم. این خیلی نیست سومن جان شیرینکم. تو مادرت رو مگر میرنجانی. مادرت کاری داشت تو یک مدتی موین تو رو با من امانت گذاشت. مادرت کارش رو تمام کند البته میآید. کودکی بیچاره اگر داند که مادرش مرده است چه خیلی غمگین میشود. من چیکار میکنم؟ خدایا التجا میکنم یاریم کن. مادرش مرد ولی پدرش چی؟ دوگانه مادر سومن چی گفتم؟ اگر روی پدر سومن را بینم میشناسم در حال باید اون زن را یابم. پدر سومن چه خیلی آدم باشد. یا خدا یا خانم تونی چرا با من زنگ میزنند؟ خانم تونی شما هستی؟ بله جناب پلیس. ای جناب پلیس، به خانه دوست در آمده است. در حال یک گروه را فرستید اینها را گرفته دفن کنند. تمام دست و پاچاشون را بندید، در دهنشون پخته بمونید، کم تا پس لیون میرسه. شد جناب پلیس. رحمت. شدی چه به قفو میگردی؟ پلیس میآید، کنی بینیم چیکار میکنید. بخشش جنابان، با کجا میروید؟ ها؟ رویکتون رو ندیدیم که باز پشتتون رو میگردونید با ما. این طرف گردید. با اینها نگاه کنید، از ترس زیاد مثل با چرخ میزند. بس هستی؟
که گردن بندی مرا دزدید در حال بگوید اوناف تو بگو من دزدیدم قربانت شوم التماس نجاتم بده در نزد زهرا مرا شرمنده نکن آشنا دوست تو هستی مرد بر این بگو گردنبند رو من دزدیدم شرمنده نمیشوی نترس خدا به سرت بلان نیار آمین بسر تو نیست و اینتون گپ نزنید به من مردانوار جواب در دهید. این هم مردی مانده است مگر زهرا از من هم میترسند سمی از روی جنسیت جدا نمی کنیم. نه وای برای اون وای کردم که ترسیدند از به ترسیدن میگویید تا حال نقاب هایشان رو نکشیدن چه خیلی میترسن. مرا گوش کنید نقاب ها رو میکشید وگرنه شما رو پرونده باز پاره میکنم یکون نقشه داره چی کار میکنه؟ نقشه دارم یا خدایا چه خیلی نقشه دستگیر شدیم آخر حقت رو حلال کن حرامت باد نمیبخشم من هم نمیبخشیدم تو را حق من هم حرامت بود گفت سخته حرامی اینها بین خود غرغر کرده چی گفتگو به دارند فکرم نقشه گریختن میکشن. با شما آخرین بار میگویم نقاب هایتون را کشید گفتم ای بس بوده که سه هم گردن بندم رو دزدیدن همه رو باز خراب کرده من خودم نپرونم من چیزی نشدم با کجا میره به مامک پلیس؟ بابای میرویم برای دستگیر کردن آدم های بد میرویم سمان جان. چرا آدم و کاری بد میکنن نمک پلیس؟ این را کاش من هم میدونستم سمان جان شیرین جان. آنها با کجا رفتند؟ وای در این باغچه محکم است از آنجا گریخته نمیتوانند. یعنی حالا هم اینجا هستند آرام باشه بی صدا چیکار خب انا این طرف هی آنجا از تو طرف بیایید این طرف از دو طرف گفتم اونجایند ینگه آواز نکن. ترسیدم اخیر ای سمی یک رو کردن نمیتوانی اون رو به بالا بردار ای بخونر اینو بکار گریختند دوم خدا کردن گریختند. تو چرا خرسان شدی؟ یعنی گریختند یا خدایا باز همینه از تو شب آخیر تو مادر میروید. بیایید دخیر در پشت من جا شوید دویدیم زودتر شد آخیر چی دوید نمیگذارم که گریزم فهمیدید ای مرا تنها گذاشته نمیروی ها؟ چرا همکارم رو تنها گذاشته میرفتم اونا یا خدایا مثل کودک ها گپ چی نزن خیل همکار بس کن همکاریت را شد خاموش باش آنها آمده ایستادند رفتیم نفس یخ در درونم با خدا که در درونم این پلیس چرا حال هم نامده است؟ آرام باشید فهمیدید آرام باشید تمام من حل میکنم دستگیرشو میکنم آرام باشید تو دختره که بعد نشه و شیرین نکامایلش امک پلیس تو رو دستگیر میکند. مرده گز بجق لیبن در بر تا چی میترسی؟ یک سویستد کنی بینم آرام باشه زهرا چرا این خیلی نگاه میکنی من آرام هستم. زهرا تو عصبی هستی مرا خلل میرسونی عصبی نشو یک سوره رو تو هم آن سوره میری جان این به خاطر محافظت من است با من باور کن حاضر قانونم همه که نه کنی پرون پرونده ایستادن
در کشاده شد. کنی ببین. کشاده شد. ممکن می؟ ما حاضر بدرویم. زود باش بپر. منتظری چی هستی؟ زود باش پر. من چی خیل از اینجا بپرم؟ نمیدونی چی خیل میپرن اونا؟ پایهایت رو دراز کن پر. میبینی که در زمین هستی. زود باش. در اینجا ایستم هم میمیرم، با پایان پرم هم میمیرم. یا خدایا. سومان تو در ماشین بیشین و بیرون نبرا. فهمیدی شیرینم؟ مایلش امک پلیس. کسی را پروندن. در رو پورا کردی ولی نتوانستی. این رو با ما چی کار میکنی؟ بیهنر. تمام. واهمه نکن. کار تمام. قریب مانده بود که میمردم. خاموش باش. یا خدایا داد نزن. خوب شد که پاپوشا رو در درون مانده. خوب شد. چی فکر کرده ایستاده؟ رفتیم پیش در زودتر. زمین خون براست. گردم بندم رو ببین زود باش زود. بچه بیس من میترسن. یک سو ایستیم. شدی چه بیرون نبین؟ یک طرف. بریم یک طرف بیس. نرسین مرا. سمی لویتا محافظت کن. بسم الله. انا همین کار رو من فراموش کرده بودم. رفتیم. با دقت باشید. کنی دارم. آرام باشید. گریختن. پوشایم رو بردن. سومکای آرایشات هایم را دزدیدن. سومکای آرایشات زنانه رو چیکار میکرده باشد؟ این با کجا رفت باز؟ کمیسر. امک‌های نقابدار شما چیکار میکنید؟ یا خدایا این دخترچه که لیوین نگاهبین میکرد نیست؟ بله او است. چی گپ است که در همه عملیات ها روبرویمون میبره؟ لیوین همینجا باشه چی؟ من نمیدونم. چیکار میکنید امک‌های نقابدار؟ بازی کرده ایستاده ایم. بازی. باز رنگ همان روز بازی کرده ایستاده اید؟ بله اما حاضر وقت نداریم. از اینجا رفتنمون لازم. لیوین اومد. خیر ما رفتیم دخترم. تا بازدی. لعنتی ها گریختن. سومان دخترم چرا تریده تو کشاده از خونم نمیخوری؟ برای گپ زدن با امک‌های نقابدار تریزه رو کشادم. تو امک‌های نقابدار رو دیدی مگر؟ امک‌های نقابدار با گردن بند بازی میکردن. بازی با گردن بند؟ خدایا این موازی رو ببینن. تو خودت کی هستی که با من نگاه نمیکنی؟ اما خواهی دید از عشق من دیوانه خواهی شد جانم. موسیقی رو بلند کنیم. جناب هجری سلام علیکم. امشب بسیار امر معروفی خوب کردید. خدا از شما راضی باشه. وای اگر خواهش کنم برای من الهیده امر معروف میکنید؟ من در الهیدگی امر معروف نمیکنم. مرا ببخشید. شام بخیر. یک لحظه هجری یک لحظه ایستید. چی میگوی؟ وای صلوات گوش کردن رو دوست میدارید؟ من بسیار دوست میدارم. کمتر پستر کرده گوش کنید. مردم خواب از حاضر همه رو بیدار میکنید. وای من مایلش خدا از شما راضی باشد. خیر. بیزیب رو بینه باز مرا ترک کرد. جناب هجریه به خونه رفته ایستاده اید. من شما رو میبرم. نه خودم میروم. اما التماس میکنم. ای بای دیوانه میشوم. اینقدر یک رو بوده است. کافیست. اوف زیاد جانم بسیار زیقم.
با تو یک چیز رو میگویم ولی جنگم نکن مادرش. چی شد جانم؟ چرا جنگ میکردم تو را؟ یگان مشکلی هست؟ قول ده که جنگم نمیکنی. تمام قول میدیم جنگ نمیکنم. گردن بندم رو دوستیدن. چی؟ دوستیدن؟ گردن بندی که برای تو گرفتم چرا میگذاری که او را بدزدن؟ عشقم نمیدونم. به خونه دو آدمی نقاب در اومد. وقتی که من خواب بودم از گردنم دوزیدن. آدم هایی بد اخلاق. خودت بد اخلاق. خاموش. شاید تو میشناسی. کی را؟ کی را؟ دو زهرا. نه زهرا، من از کجا میشناسم اونها رو؟ جانم شاید از همکارهای پیشترت هستن اونها. زهرا تو دلم رو خنک نکن. تمام جانم تمام، عذر میخواهم. اما بسیار زیغ شدم زیاد. دوست میداشتم گردن بندم رو. شد زهرا، من برای تو عیناً همین خیلش رو میخرم. زیغ نشو مایلش. تو میگیری؟ البته میگیرم جانم. خیر تو زیغ نشو. شام بخیر. میبوسمت. خزنده تو یگان جای خواب نداری. تو چه خیل آدمی ریاکار هستی آخره. گردنبند دختر رو دزدیدی باز با او ویر گم میزنی. تو خاموش باش. در اصل گیریم تو جای خواب نداری. اونم سالها دزدی کردم. از پسم تفتیشات بردی. حاضر باشد با من یک جای دزدی کرده ایستاده. حساب اون رو حالا از تو میپرسم. میپرسی؟ اول با پایت پاپوشی پوش. هوا خنک است. پایت را خنک نزند باز. من در این وقت شب از کجا میابم؟ تو راحت هستی البته. در خانه یک قطار پاپوش است. آها محترم جناب، همونها را نیز دیدی؟ میشود حل میکنیم جناب اونال. حالا در ما آدمگری نمورده است. اندازه پایت را بگو. 43. تمام میدیم. کار را ببین. همین که رفتن گیرد تو را در قید خانه هم میگذرانم. که از همین کار تمام شود کو تو را حتما میکشم. انیق میکشم تو را. میکشی؟ ما بگیری را. بده. یا خدای این را ببین به سرمان چی ها می آید. تو چقدر شیرینت بوده عزیزم. نام که تو چی است؟ نام من سومن. من سومن. بسیار شیرین بوده تو سومن. خانم لبن آنها رو دستگیر میکنید، پروا نکنید. گردن من به فکر برای شما چیزی قیمت بها بوده؟ البته کی بود. هدیه زیاد بود. من برای شما گردنبند رو در کوتاه‌ترین مدت میرسونم، پروا نکنید. بیا دخترم میرویم. خیز دخترم. لونت جیانت است. نه اما که پلیس هستم. یعنی پدرش برنامه بود و بر رفت. مادرش کار داشت او هم رفت اما میآید. البته یعنی او رو من نگاه میکنم. رفتیم سومان جان. سومان خی دخترکش رو میجنبوند. بگیر. من از راستی تمام شدم اونال بای. من محو شدم از راستی. دختر به من گفته بود که اگر به این کارا دست زنی مرا فراموش کن. مرا از دست میدهی. میگوید من باشم میروم از گردن دختر گردنبند رو میدزدم. میبینی من محو شدم. یا بلا با درو خانه‌دار شده زندگی کرده میشود. یگان بار در روی کارت رو میدارد. چی کار کنم اونال؟ چی کار کنم؟ قلب زهرا رو از دست هم چی کار کنم؟ یه رقم چند میپوشی تو؟ اینها تنگ هستن. یا خدایا 43 میپوشم. چقدر تنگ بوده است؟ من هم 43 میپوشم. خیزپا هستم گویا خیر. یا خدای مهربانی من. گردنبند هدیه کالتاکیلاس بود است. برای همین اونقدر داد و فریاد زد. سمی آنها را درحال خانه دار کردن لازم. تا وقتی که اماکی اکرم از خارجه ناومده است کار را باید تمام کنیم. وقتی که زهرا با کالتاکیلاس نکاح رسمی بندد میراث به میلیس میماند. اما اگر بابای زهرا نباشد به او خانه دار نمیشود. این را به من گذار. فکر میکند که بابایش اجازت داده است. چه خیلی میشود این کار؟ بردوشی من گذار و راحت باش. بردوشی من
شام بخیر خانم بانو. شام بخیر جناب کانون. عجب تصادفی. بفرمایید تا جایی میخواسته‌تان برده رسونیم. نه شما زحمت نکشید، خانه من بسیار نزدیک است. این خیلی میشود جانم. بفرمایید لطفا. خوب مدامی که خواهش کرده ایستاده اید. مرحمت янга будро. фу худо ҷазоят ро дият канони девона маҷбуран бонуро ба мошин савор карде. и пад бонуам девона буда дар ҳаққи мошин мурдае. адихта тоқат ка амун лексуса мехарам ҳай. ҳар чи ояд ба сари шавкат бигзарад. شما همینجا منتظر باشید. جناب، گردنبند را آوردند. در کجا بودن مکان خزینه را نشان می‌دهد. پارچه از آن خریطه در این گردنبند است. خزینه گفته چی است بچه؟ برای تو خزینه چیزی است که در این حیات چیزی زیاد را به دست داری، ولی برای من خزینه بزرگ جسدی مرده کالتاکیلاس را دیدن است. جناب، کالتاکیلاس زنده بودن شما را نمیداند. با فکرم او را حاضر نکشید. تا پیدا کردن مکان خزینه او را استفاده برده بعداً میکشید. جناب، یا میخواهید که حاضر کالتاکیلاس را بکشم؟ گوش کن بچه، کالتاکیلاس در حیاتم یگانه خویشتبارم، جیانم، آدمی نزدیکترینم توسکا و یک چشمم را از من گرفت. او را در حال کشتن به فایده اوست. برای کشتنش نقشه عجیبی دارم. حاضر میتوانید روید. بعد به شما زنگ میزنیم. یا خدایا، اینها چرا وظیفه ندادند؟ چی گم باشد؟ چیزی باشد به من چیه؟ چیزی که در سر من است به آن مشغول هستم. آه خدایا، در سرت چه فکر است اونن؟ تو هستی. تو را کشتن است. من عجب چیزی پرسیدم از فکرهای سری تو. خیر، من میروم. با کجا؟ نزد طلا فروش. با طلا فروش چی کار داری؟ آدم نزد طلا فروش چرا میرود اونن؟ برای نان خریدن نمیروم. یا خدایا، چی کاری داشته باشم؟ با تو چی هن؟ اوف، باز مرا میکشته است. این باز چی فکری دارد؟ برای دلم را نشکسته دعوتم را قبول کردم. تشکر میکنم. این را توصیه میدیم. نه من از اون نمیگیرم. تشکر زیاد. آه کانونی دیوانه، چه خیلی میشود که تو با دوستوشه من نشسته فانتزی من رو برباد میدی. اما چه در این دنیا دیگه دختر نیست، حیوان. 12 روده تا اگر به دهنت نبرم من شوکت نی. جناب کانون، مدامی که ما یکدیگر را از نزدیک شناخته، میخوام کمی درباره خودتان گپ زنید. من درباره شما چیزی نمیدونم. البته، لیکن چیزی زیاده نیست که گویم. من آدمی تنها هستم. خانه دار نشدید مگر؟ نه، معلوم نیست که به سرمان در آینده چی می آید. شاید که خداوند نصیبه خوبی برایم عنایت فرماید.
غلطی بونو کجا پیدا شد اینجا بو تا سحر ما اینجا راست بیستمو او بشینن راحت کنن مردم خونه کده از همه خوبش با دامولای دیونا روبرو نشدیم چون که با او روبرو میشدیم تا صبح شتا میخوردیم دم تبگی شرف بگن گرگایات کنی گوشاش میتوه چیکار کنم؟ هیچی نه دم تبگی همین طبقای فایز نهم بیسو با مزه دی نخورده آها چی گپ شد؟ کاش دهانم را نمیکشودم یا بسم الله الرحمن الرحیم پشتمان رو گردونیم گویا او رو نکده من بگیری اوه استوسو دجال بشینیم گویا هیچ را ندیده میگم خیر سدی دم تبگی دجال بشی چی نمیکنه کاری نادرست نکرده ایم من میدونم که سگ را بینی باید در جایت شینی حیوان سگ دیدی بگریز خیر سدیدی بشی فهمد که ترسیدیم به بالایمان میکنم میگم فوتبال بازای تاجیک جام جهان در برآمده راسته انا بگی دیگه شام بخیر جوانان شما رو میگوید که در اینجا آشخانه که خوراکی علفی میپسد در کجاست؟ چی میگوید؟ اوقات علفی میگنه که شرف دهن تنک شو همین خیلی خواب میسیم خودش که استوز رفتن میگره خواب کن خوش بشه ها گوشم با شما آشخانه هست که خوراک خوبی علفی تیار کند بخشیش استاد شما علفی گفته چی رو در نظر داره؟ آشخانه را سوال این خیلی بی‌معنی هم میشود به این هم در نزد آشخانه هستیم در اینجا طعام علفی هست نیست نمیدونم به این هم من از علف بیزارم این باز از کجا برام؟ شرف حیوان دم طبیعی گفتم دم تنه گرفتی حیوان من دوست میدارم از این بعد خوراک علفی در این آشخانه پخته میشود کنی خیزت توبه لبای کنی گفتم یا شما را مثل علف رزم میکنم نمک این باز همون حرکت های دیوانوارش رو سر کرد چیکار میکنه؟ خدا بزند شرف خدا بزند شرف 2 ساعت گفتم خواب نکردی اگه تماشا که چی کارت میکنه خاموش باشد آدمی کی بودن تا با من فرق ندارد استاد بخشش زیاد میپرسد ما آدم های شف کلان نیستیم ما آدم های اکه کنان هستیم دانسته باشه من بروسلی دروغ نمیگویم من بروسلی حقیقیم شما را تعقیب کردم شما در طرفی نادرست هستید حاضر شما را نیست نابود میکنم چیکار کنیم؟ اکه کنان رو خبر دیم چی؟ شرف در همین حالت برا اکه کنان فیرود که کو ایده بعد مون میکنه گور سوخته نباشد چیکار میکنه؟ ایرا نگو چینی قنقز های پابوز بالا نیسته با خودو همین خود تو قمه زنی قد دوست طالبه بوری اگر تمیره نزنی تو مردک نیستی یا برختا نگو کو ایرا بی شرف با خودو خود تمیره طاقت تیکه تیکش میکنی ما هم در قفای درخت میستیم اگر یکم خدمت در کار شید مرا هوی بگو مایله ما رفتم مادم کجا؟ خنک خوردم چی میگه؟ لازم نیست تو را گرم میکنم تو استغفرالله بله من تو را گرم میکنم چیخ تا بلاست بگی؟ بخدای پد بسیار پستی پد موزده است عصبای نمک نو ویرون شید شرف خطا بعد است بگی میبردارمش من علیمان میخونم برو میخونم علیفای صورت ها جدا بسیار نمک ما رو کی آمد الان تو کوب کرد؟ تایسون؟ دیمگیش کمیسر کلومبو پدر شیرین همسایه بود رحمتی پدر شیرین هم آمده یا 20 نفر بودن امو در آخر بروسلی اومد بگم همین امروی بروسلی نبوشه بو با خدا شاید باشد از دستی و چی خیلی نجات میوبی ما یا نقشه زور دارم شرف اگر همی کرده از پیش منبر اومد کن قفا من نگاه نکردم میگرزه یا خدا هنرمند
متین این زن را سروغه و معلومات‌های شخصیش را کی میتوانم دسترس کنم؟ تو سحر حل میکنم سردارم. خوب، بسیار خوب. اگر این زن را پیدا کنم پدر سوما را نیز پیدا میکنم. همین کار را سخت بگیر، برگر پیمسید میبرم. پدر را میابم. تو غمگین مباش دخترم. خوش بچه ها، حاضر بهای امتحانتان را میخوانم. من 0 گرفتم میدونم. من هم کاغذ خالی دادم، استاد احمد نگذاشت که رو بردار کنیم. هیچ. جنید 80. خدای توبه. آرتیق 90. چی؟ زهرا 100. زهرا کی است؟ استاد در صنف ما زهرا گفتن دختر نیست. من زهرا گفتم؟ نه زینب گفتنی بودم. البته زینب 100. چخیل شد که تو از من 10 بار زیاد گرفتی؟ خوب است که تکلیف خانه داری میکنم. در همه جا زهرا رو دیده ایستادم. این چخیل کار است؟ بیا. سردارم معلومات‌های میخواستتان را پیدا کردم. بهار اصلی گل. زور گپ نیست شوگیر. میتوانی روی. پدرت را میابم سومن. اجازت نمیدیم که بی پدر کلون شوی. بیا. سردارم مدیر شما را جیغ میزند. تمام که میرزا وطن تو را من میآیم. سومن تو اینجا با لختک‌های بازی کردنگیر؟ من یک کار دارم اون رو حل کرده در حال میآیم. میلش؟ میلش مکی پلیس. درو لوینت دعوت کردن میگن کو گابزه ما میگن گردنبند یکی از موزه دزدیده شد دریافت کردید؟ حالا نافتیم سردارم. موافق خبرهایی که از بالا به ما آمد، مافیا از پشت خزینه بیزانس است. گردنبندی که دزدیدن برای دسترسی پیدا کردن به این خزینه می باشد. عجب آنها کی باشن سردارم؟ حالا معاین نکردیم، اما ممکن است که سقراط باشد. سقراط؟ سردارم سقراط خدا جوش جنت بگردونه کیها مرد. موافق خبری که داریم زنده است و به فکرم به این خزینه او دست دراز دارد. سقراط برای به مقصدش رسیدن همه کارا میکند. باید صد راهی او را گیریم. یک قاتل بی وجدان است. درست. خوب سردارم. عجبا در این کار سردار اونال چه علاقمندی داشته باشد؟ انشالله که نیست. ما در حال باید دوستایی که گردنبند را دزدیدن دستگیر کنیم. ای تو از سردار وفا دارم. خسته نباشی. سلامت باشی. رحمت. دزدان گردنبند بیزانس رو بعد میابم. من باید اول پدر سومان یابم. مادرش رو آورده نمیتوانم، اما پدرش رو یافته میتوانم. بله بچه ها، یعنی اگر به نتیجه امتحان ها نگاه کنیم بهایتان را کمی بلندتر دادم. البته که دیگر امتحان این خیلی نمیشه. فهمیده؟ البته استاد این خیلی نمیشود. من همه‌اش رو کار کردم. مثلا من باید 100 بال میموندید، 80 بال موندید، 20 بال من گذاشت نمیدونم. البته پسرم اگر خواهی ورقت را کشاده میبینیم که 20 بال تو کجا رفت. این باشد 80 بال با من بهترین است. میشود. دخترم این ورقه ها را گرفته بر رفیقان تقسیم کن. بینه کنی بینید در کجا خطا کردید، اما آرام نشسته خوانید. فهمیدید؟ تو در ورق سفید چه خیلی ناز می‌کنی؟ چه خیلی کنم ها؟ در هیجان به جای کارش رفته در آنجا تکلیف خانه‌داری کنم چی بگم؟ نمیبندم یگان گردنبند. دوستای افلاس چیزی دیگر نیافتید که دزدید؟ گردنبندی دوست داشتم تو فکر را دزدید. دیگر بر این نیست.
بله تماشابینان گرامی، ما با خبر دزدیدن بزرگی رسید. از موزه گردنبند بیزانس رو دو شخص گردنبندی که در عصر 11 به شاه دختر تعلق داشت دزدیده بودند و حالا هم یافت نشده است. پلیس در تحقیقات این عملیات است. این گردنبندی من است. حالا از پس دو شخص نقابدار. باورم نمی آید زیو تو گردنبندی که از آثار خانه دزدیده اید به من هدیه کردی. بیا. با سخرات چه خیلی تکلیف خانه داری کنم من؟ باید تا شام یکان چاره عجیبه یابم. ورقا را بیارید. چه خیلی گردنبندی دزدیده ات رو به من توفه کردی زیو. کنی بریم به این سوال چه خیلی جواب میدهی؟ همه چیز آماده است. پگاه هر دوی آنها رو خانه دار میکنیم. این شب شبیه نوبندی است. آمادگی دیده ایستادم. او اینقدر چقان هستی آچه جان؟ آچه جان گفتی؟ ای سمی من به تو چند بار گفتم. بخشش آچه جان بخشش. این مراتبه اجازت نمیدهم که هیچ چیز نقشه هایمون را برباد دهد. مکتوب آماده است. مکتوب گفتی؟ گویا امک اکرم جانم شخصا با دستی خودش مکتوب نوشته رازگیش رو برای خانه‌داری داده است. تو یک تا هستی سمی. با خدا شیطان صد مکر کند شاگردی تو هست. باز از پس چی باشنده؟ برادر بیانگه زورو کی تکلیف خانه داری میکنی؟ امشب کن یک سورپریز کنم ببینیم چی میشود. اینه میشه؟ ها. ای راستی؟ بله. تو میدونی من چقدر انتظار بودم اوشینه هورتا. اینن. شیره گوش کن کلاس. بعد از مردن کنعان از من شود بانو جان. شوکت تو از این خیر گپ های بیمعنی ابلهانت خسته نمیشوی؟ خیلی چو کنم؟ زنم میفوره. اوف شوکت اوف. مردی تو زیو مردی. انا اومد سازی احمد از سلکی من اومد. کنی بشین شو دختر؟ بیا بشین کنی. الان اینجا قرار بشین سما جان. الان بشین در پیش بشین. شوخو اینجا بیا. چی میگوی؟ بچه بیا گپ دارم. میام من از میام شیرینه نکنم. شوکت تو شما رو در اینجا نگاه بکن. من به خانه زنی که شما رو در نزد امنیت گذاشته بود میروم. میله شوکت؟ زن گفتی؟ اون زن مادری شما نیست مگر؟ من حدیثه رو به تو نگفته بودم. چرا نگفته بودی ها؟ گوش کن مرا آن زن مادری شما نبوده است. نبوده است؟ بله گوش کن آن زن دوگانه مادری شما بوده است. مادرش در کجا بوده است؟ مادرش مرده است. مرده؟ این مردک زنی طبقی من با واسطه آن زن کی بودن پدری سومن را میفهمم. پدری سومن رو میشناخته است؟ البته میشناسم. انشاءالله پدرش رو میابی. انشاءالله. مادرش نباشد. شوکت من باید به دست روم. خیر تا باز میلش برادرم رو برای درس. خیر تا بازدید. لیوا نمیشه که سومن پگه بیاری؟ امروز یک کار مهم دارم. همین کنعان کشتن رو در کار. تو چی میگوی شیخ خان؟ این چی با اون است از برای خدا؟ مگر ما نگفته بودیم که سومن رو یک جای کلام میکنیم فراموش کردیم؟ اکنون مثل کودک از لفظت میگردی. پدر دخترک رو میابم میگویم سروغای زنی رو که در نزد امنیت این دختر رو پرتاب طرف پیدا کردم. باز با تو چی گویم؟ من بیسواد. تمام لیوا من امروز سومن رو نگاه میکنم. کنعان دیونه رو پگاه میکشم. مشکلی نیست. نه دیگه گفت. تمام میلش برادر. سومن جان تو در اینجا با ما که شوقت بازی کرده شیرینه که من یک کاری مهم دارم رفته حل میکنم در حال میآیم. میلش مادرم هم همین خیلی گفته بودم که پلیس اما رفتم برنگشت. اگر شما همه که پلیس نآید من چی کار میکنم؟ مگر این خیر میشود دختر جانم؟
من تو رو تنها نمیگذارم، پروا نکن. من کارم رو تمام کرده در حال می آیم. میل است؟ سمن جان، اما که شوکت چیکار میکند اینجا؟ بین من اینجایم. اگر کوری لیوو نماید جای کارش رو میدونیم، رفته او رو میابیم. ها یک جای رفته او رو میابیم. میخیلی؟ البته تو از پس کارت شو. سمن با من است، من نگاه میکنم. این دخترچه برای تمونه. من تو رو یاد کردم. تلفن رو جواب دیم میابیم. لابای تمام. سمن جان، من این چای ها رو دیهم در حال می آیم. میلش از اینجا بوز نخیزی، در حال می آیم. میلش امک شوکت. این قدر امک شوکت رو زیبا میگویی مرم برای انا این طرف بیارید بچه ها. انا با اینجا گذارید. بیا جانم بیا. اوه چقدر آهسته کار میکنی، زودتر کار کن. ها تمام. ای سمی جان، با آنها کی خبر میدهید؟ همه آماده است ولی خبر ندارند. آنها رو به حال خود گذاریم خانه دار نمیشوند. برای همین کار را سر کردم در کار. چخیل سر میکنیم؟ به من واگذار، امشب حل میکنم. خیر میبینیم. من برای تو نقشه خانه داری میکشم، برای من گردن بندی دزدیدت رو هدیه میکنی. دروغهای گفتت رو از بینیت کشیدن نگیرم، نامم رو میگردانم. امک شوکت نامد، من دلگیر شدم. چیکار کنم دخترک؟ تو هم مثل من دلگیر شدی؟ امک شوکت گفت که در اینجا مرا منتظر شوید، اما من دلگیر شدم. رفتم تورها رو کشاده مانید. میلش کنی بینیم. اینجا چی خبر است؟ مادر شما اینجا چی کار کرده ایستاده؟ شبیه نوبندی زهرا است، برای همین آمادگی میبینیم جانم. چی بندی؟ هینوبندی جانم، هینوبندی. کنی بینم چی خیل شد؟ همهاش رو به قفا کشیدی همین خیلی؟ ای آفرین، بسیار بسیار زیبا کرده. ایست اینجاش این خیل شود. شبیه هینوبندی دارد. سومان 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 جان، سومان خواهرم، در اینجا یک دخترکی خورد بود، او رو ندیدی؟ نه ندیدم. بچه ها، در اینجا یک دخترکی مویزر بود، شما او رو ندیدید؟ نه ندیدم. کجا رو نگاه میکنه شما؟ ای انیق ندیدین؟ سومان جان، گوش که برادر، در اینجا یک دخترکی مای دهک ندیدی؟ دخترها، در همین جا یکان دخترکی خورده که ندیده شما؟ نه جناب، ندیده. سومان در همینجا یکان دختری مایدک ندیدی؟ چی؟ دخترچه خورد رو ندیدی؟ آرام شو شاگرد، چی ها میگویی ها؟ دخترچه خورد ندیدی؟ خورده که خورد؟ چی خورد رو ندیدم؟ دخترچه خورد رو دیدم گفتنی؟ نه این رو چی شده باشد؟ سومان، بخشیش دوستاز. سومان. بله بچه ها، در دین ما جایگاه عائله بسیار مهم است، چون که آدمی که به جمعیت فایدهش رسد و کودکایش مهر و محبت را در داخل عائله می آموزند. همین خیلی؟ برای همین عائله
بابا تو اینجا چیکار میکنی سومن؟ ممکن است ما هم درس را گوش کنیم؟ استاد جان بسیار شیرین بوده است. دختر شماست؟ نه دختر من است؟ یا خدا دخترم من خاندار نیستم. از کجا دختر دارم؟ کنی به نزد اپاهایت گذشته شین؟ بیا گذر. خدایا لعنت به شوکت. کنیشه شاهزاده من. اینجا بوده است. بهار اصلی گل. در خونه نیستی چی مگر؟ خانم بهار، خانم بهار، خانم بهار ایستید. خانم بهار ایستید. باید تاجیلا صحبت کنیم. ایستید لطفا. من باید روم، کاری ضرور دارم. ببینم همه چیزی میدونستم رو با شما نقل کردم. نه وجدان انسانی نقل نکردید. اگر درباره پدر سومان معلوماتی مفصل دهید من پدر سومان رو گفته میتوانم. گوش کنید، حتی نام او رو با یاد ندارم گفته بودم. غیر از این دیگر با این کارها خودم رو سرگردان کردن نمیخوام. نپرسید دیگر هیچ چیز رو نمیدونم. خانم بهار گفتید که پدرش رو بینم میشناسم. یک لحظه صبر کنید. من پلیس هستم. مجبور هستید که با من صحبت کنید. یک گوسفند رقمو تا گرفتم. ولی بهش شما هم عائله برپا میکنید میتونید فرزنددار میشوید. آنها را مثل گوهرک چشم میپرورید. برای به کمال رسیدنشان همه چیز را دریغ نمیدارید. خودتان را 7 لخت میکنید برای آنکه فرزندانتان بزرگ شوند. انا برای همین جایگاه عائله در دین ما بسیار مهم است. عائله نباشد کودک‌ها از کجا پیدا میشوند؟ طفلکان به پدر و مادری که آنها را دوستداری میکنند خرسند میشوند مگر؟ برادر چی شده؟ سومن گم شد. چی؟ سومن گم شد. خدا من را لعنت کند. من این را اکنون چی خیل بله و میفهمونم برادر. در حقیقت لعنت کند. سلامت باشی کله. چی ها میگویی؟ چی خیل گم شده است؟ این همه خیل گم شده که همه جا را کفتم نیافتم. دختر انا اینجاست دیوانه. دخترم تو در اینجا چیکار میکنی؟ من در اینجا هستم ممک شوکت. من اینجا هستم ممک شوکت. دیدم که اینجا هستی. اینجا چیکار میکنی؟ همراه اپا هم درس خونده ایستاده. به خدا تلخ کفم کرکیله است. ای شوکت یک کودک را نگاه کردن نمیتوانی؟ نشان میدهم. این زن کجا شده باشده؟ سومان جان هم مرا یاد کرده است. خب ترش من روم بگاه برگردم البته، یا اینکه رسمی این زن رو با امنیت دیم فرمانی کفتکاب برارم. نه این چه خیلی فرمانی کفتکاب میدیم که این زن جنایتکار است. مگر انتظار میشم. سلام علیکم. علیکم سلام. بخشش کسی رو دیدم میخوره؟ نه من اینجا منتظر خانم بهار هستم. اینجا میشینم. ولی او دیروز از اینجا کوچید. این خیلی میشاد مگر کمتر پیش با تاکسی سوار شده رفت. برای گرفتن اشیاءهایش آمده بود. با کجا؟ جای رفتنیش میدونی؟ نمیدونم، میگویند که به دیگر شهر کشیده است. به دیگر شهر کشیده بود است؟ من دیگر این زن رو چه خیلی میابم. اگر چیپتا گرفته باشد او را در امنیت میابم. البته روز بخیر سینن. اپای زهرا کجا است وای معلم درس دینتون؟ استاد احمد؟ خودش بله. با چی احوال گرفتار شدم؟
بخشش میپرسم خاله جان، خونه اجری مؤذن کجاست؟ تشکر زیاد. سومن جان دیگر گم نشو، قربانت شوم. دیوانه شدم. گم شدنت رو به امکی چهارچشمت نگوی. میلش؟ میلش. نه امکی شوکت، سومن گم نشد. آخر درسیم با آدابانه درس رو گوش کرد از راستی. از راستی؟ ای جونی من قربانی تو شیرینم. درس رو گوش کردی؟ قربانی تو شوم مثلا. اومد ینگه زهرا شوکت بگریز از اینجا. تو چی کار کرده ایستاده یا؟ زیاد تو این کارو چی خیلی به من رو دیدی یا؟ زهرا چه سورپریزی خوب شد که تو آمدی. لابای کی رو میپرسید؟ خانم سنم؟ تو دیوانه هستی؟ تو چی خیلی کارا کردی گپ زن؟ زهرا کودک از عیب میشود. در نزد کودک این خیلی گفتن فلان. چی شده باشه؟ یا اینکه فهمید که گردنبند دزدی است؟ سومن جان دردونه من تو اینجا چی کار میکنی؟ امکی پلیس رو انتظارم. بله امکی پلیس رو انتظار است. این خیلی باشد وای کنیم؟ تو در نزد امکی شوکت امکی پلیست رو منتظر شد میشود؟ نه خوبترش هیچ کجا نرود. اینجا منتظر شود به هیچ کجا نرود. این خیلی میکنیم. سومن رفته در نزد امکی شفقت منتظر می شود میلش؟ نه باوری ناک نیست. یعنی باز گم می شود. خوب ترش اینجا یک جای منتظر می شود. خیلی تو هم اینجا بشین یک تایم میلش. من در دالان منتظر می شوم. تو هم به اونجا بیا. تنها بیا میلش. تنها بیا ها؟ خاموش باش زهرا. معلم جان چرا این دختر شما را جمع کرد؟ به خدا نمیدونم سومن جان چرا عصبی شده باشد. رفته میفهمیم. خدا نگهبانت باشه برادر. احوالت بده. کودک را گیر و خاموش باش. برای کار برادر. بای دستت را جمع. لابای خانم سنم چیزی گفتنی هستید؟ من یک سوال داشتم. در درون صحبت کردم که نیست؟ چرا در درون؟ این موضوع رو در کوچه گپ زدن نمی شود. جایز نیست. نفهمیدم؟ ببخشید با یک خانم نامحرم در خانه تنها صحبت کردن جایز نیست. چی گفتنی هستی؟ جایز نیست وگرنه با جان و دل. خوب جناب اجری چه خیلی که خواهد شما چیزی پرسیدنی بودید؟ مرحمت میپرسید. من به فقیرهای این محله صدقه دادن میخوام. چی خیلی که شما در امر معروفتون گفته بودید صدقه رو پنهان کرده دادن لازم. راست میگویی راست. خواهش میکنم شما این پول رو به فقیران و بینوایان محله پنهانی تقسیم کرده میتوانید. میخواهم که ثوابش برای رحمت بیبی هم بخشیده شود. تمام خانم سنم خدا قبول کند من تقسیم میکنم. خیر خدا روز باشه. جناب هجری مدامی که به درون در آمدنم جایز نیست این خیلی باشد رفته در یگون کافی شینیم به شما دیگر چیز رو نیز گپ زدن میخواهم. بخشش خانم سنم من کمتر کار دارم. اکی کنون مرا با دیگر دخترها شناس کردنی است. با اونجا رفتنم در کار. چی؟ دیگر دخترها گفتی؟ بله دیگر دخترها. من کمتر کار دارم باید امر معروف آماده کنم. میلش خیر روزت بخیر. اما اجازت نمیدهم که با کسی خانه‌دار شوی هجری. با هیچ کس. اول تو اومده به زیر پای من میافتی بعد رفته به دیگری خانه‌دار میشوی. حالا میبینی گردن بندی که دزدیده اون رو چه خیلی به من میدهی زیاد؟ تو مگر بی عقل شده؟ مگر این خیلی میشود عزیزم خطاگیر شده است. خب دیگر به من دروغ نگو زیاد. زهرا راستش را میگویم این خیلی نکردم. لطفا این خیلی گپ نزن. بین حالا هم این کارو میکنه دی؟ گردن بند از موزه دزدیده شده است در اخبار دیدم. کی دزدیده است؟ البته که تو. گردنبند را از موزه ندزدیدم از طلا فروش خریدم میگویم. حالا هم دروغ گفته ایستاده. گوش کن زهرا تو این گپا رو گفته دلم را میشکنی. شکر کن که سرت را نشکستم. گوش کن زهرا شوکت هم در نزدم بود. باور نکنی از شوکت پرس. یا خدایا چقدر شاهدی باوری ناگیافته بر اومدی. کور شاهدی کار شده است. خدا نگاه دارده. چی؟ یا که گردن
خودم رو تو دزدیدی زیو؟ نفری که با تو بود یا از من بود؟ از حد گذراندی زهرا. این خیلی نگو از برای خدا. البته گردن بندی که از موزه دزدیدی با من قضیه کردی و باز از من دزدیدی. تو کمی آرام شو، از راستی خوب نیستی، صبر کن. زیو زهرا وقتی که جناب اکرم می آید کالتا کیلاس و زهرا خانه‌دار هستند. اکنون اماکی اکرم در توی من و میلیس اشتراک میکنه. گویا میلیس تو رو قبول کرده است. ای بس مادر جان این خیلی گپ نزنید اکو. میلیس رو دوست میدارم. مادر جان اوچا جان گفته میگردی عقلت نمیگیرد. ها نمیگیرد. خیر چیزی نباشد امشب هینو بندی است. پاگو نیکو نماینده عقد نیکو رو دعوت کردم. این خیلی باشد پاگو غالبیت رو اعلان میکنیم. غیر امکان است. چی شد؟ فراموش کردم که دوگانه های زهرا رو به شب هینو بندی دعوت کنم. اوف سرا ببینه. شب هینو بندی به دختر میشود مگر؟ من به همشون زنگ میزنم تو پروا نکن. تمام زنگ بزن. اوف از هیجان چیکار کردنم رو نمیدونم. دخترها چی خیل شد؟ جواب ده. چرا؟ گردن بند رو دزدیده به من هدیه کردی بعدن از من دزدیدی. زهرا گوش کن، این خیلی گپ نزن که بعد باز بسیار پشیمان میشه. من تو رو باور کرده بودم زیو. بین زهرا من به تو نگفته بودم که مثل همون گردن بند میخرم برای انا ببین بگیرین این کنی بیا. خوب شد که مانند همان گردن بند گرفتم وگرنه محو می شدم. دانستم باور نمی کنی چک را نیز گرفتم. این همان چک. اوه بسیار قیمت بوده است. کمی قیمت. امیدوارم که اینش را نیز گم نمی کنی. کمی با دقت باش. مرا فریب نمیدی خیر نیزی؟ زهرا چرا دختری رو که خانه‌دار میشم فریب دهم؟ چرا این خیلی دیوانگی کنم ها؟ چیزی دیگری هم گرفتم از طلا فروش. چی گرفتی؟ باید سورپرایز میکردم اما زهرا با من خانه‌دار میشه؟ хушхабар ба тамоми мухлисони телефонҳои Samsung ширкати бо эътимоди Samsung Galaxy S9 ва S9 Plus аксияи калон барои мухлисони худ эълон кард. Акнун шумо метавонед телефонҳои Samsung Galaxy S9 ва S9 Plus-ро ҳамагӣ бо нархи 7990 рубл харидорӣ намоед. Телефонҳо бо сифати олӣ. Барои харидорӣ намудан ба линки дар таги видео дар рӯи заиф бепул гузоред ва соҳиби телефони хостаатон шавед. Zafaraj!